خب دیدم که 2 هفته از ویدیو نشتم، دلتون برام تنگ شده بود. این هفته کلاس خیلی فشرده‌ای داشتم که روزی هلوش 8-9 ساعت فقط تو کلاس بودم و نمیدونستم واقعا، اصلا دیگه مغزم کار نمیکرد که چیزی درست کنم. ولی خب الان بریم سراغ ولاگ کلاس باریستایی. این کلاس کلا 5 روز در هفته بود و 8-9 ساعت در روز. ولی خب من دیگه پارت بندیش نکردم، کلا همه رو پشت سرم گاشتم. ببینید لذت ببرید. 6 صبح بنده پا شدم و چای ریختم، تخم مرغام گاشتم و چون مریض بودم و خلط داشتم مجبور شدم که این قرص جوشان رو بخورم. روز اول کلا داشتم میمردم. رفتیم یه فرم دادم بهمون، پر کردیم و تا کلاس شروع شد و معرفی و اینا، که اولم درس اول فقط تئوری بود و اصلا عملی نشتیم در مورد تفاوت‌های قهوه عربیکا و روبوستا و اصلا قهوه چند نوع داره، تمام ریشه های قهوه اصلا کجا اومد، اینا رو همه رو بهمون توضیح دادن. جلسه دوم کاپینگ بود. خب شاید بپرسید داشت اصلا کاپینگ یعنی چی؟ کاپینگ یعنی همون ارزیابی حسی قهوه یه جورایی، یعنی که قهوه رو که میخوری ببینی بفهمی چه طعمی میده و حالا دسته‌بندی هایی که داشت خود تشخیص بدی که تو کدوم دسته‌بندی قرار میگه، اصلا این قهوه خوبی است، اوور، آندر، چه نوع قهوه‌ای هست، اینا رو بتونی تا یه جایی درد مبتدی تشخیص بدی. ولی بخوام به طور خیلی خلاصه بگم، میشه تشخیص دادن قهوه خوب از بد. من از وقتی یه چیزی رو فهمیدم تو کلاس، یه وقتی داشتم کار میکردم، تمرین میکردم، عذاب وجدان داشتم. چون آسیابی که الان میبینید 350 میلیون قیمتش بود، دستگاه اسپرسو سازشون 370 میلیون و قهوه‌ای که ما داده بودن کلی 16 میلیون بود. ماکسیموم میبینید بالاش کبره، یک کراست تشکیل شده از قهوه. خب همه این عطرها زیر این در واقع حبس شدن، گازهای معطر. اوج دریافت و همه فنجونا رو هم باید عین هم بشکنم. یعنی یکی 3 تا میزنم، نه 4 تا میشه. بیرام ببین داخل یک من ساعت 4 رسیدم، نهار خوردم، از 4:30 خوابیدم تا 8 دیگه. عجب خوابی بود خدایی. خب روز بعدش کلا درباره روش‌های دم‌آوری قهوه بود که بازم یکم تئوری داشتیم و بعدش رفتیم سراغ عملی. اینجا داشت توضیح میداد که یک قهوه زیاد عصاره‌گیری شده یا اوور اکسترکتد چه ویژگی‌هایی داره. بعدش هم که درباره اجزای دستگاه آسیاب و انواع دستگاه آسیاب بود. ما چند تا متد دم‌آوری داریم. خب چند تا که دقیقاً 3 تا متد دم‌آوری داریم. که 280 و 83 POV درست مونده؟ بله. احساس کردم یکم بد مونده. خب قهوه ما که 18 گرم بود، الان بلومی چقدر بود؟ 3 برابر. این هم هستیم، ما تا الان هر چی زدیم ماوکی بود. میخوایم الان بادیش بیشتر بشه، بیشتر احساس بشه. امروز روز آخره، اصلا گفتم داره میاد، تازه میخوام راه بیفتم. امروز درباره لت آرت، آرت یاد بگیریم.
اگه نازل تو سطح شیر بود این هوا رو میاره با سطح شیر مخلوط میکنه. خب تو قوام سازی بچه‌ها نازل یه مقدار خیلی کم زیر سطح شیره. مثلا شما باید نقطه رو پیدا کنید. برای هر نازلی فرق می‌کنه، برای هر پیچه‌ای ممکنه متفاوت باشه. زاویه درست. ببینید از بغل نگاه کنید. اگه افقی باشه خود به خود اون زاویه درست هست. بعضی نازل‌ها اینجوری نیستن. باید خودتون تنظیم کنید. آروم بگیرد در دلم دوباره